لعاب دام توسط غدوات لعابیه افراز شده تا در نرم کردن غذا کمک کنند. این برای دهن میگه. این تمام چیزایی که من گفتم این در دهن شروع میشه، دندان کمک میکنن، بعد از دندان باز با خودی در لابدان کمک میکنن و بعد از باز خودی زبان میتونه کمک میکنه و هیره غذا را پارچه پارچه کرده کنی دوباره. بعد از باز چی میشه؟ بعد از اون گرد میلی شروع میشه. دوم شماره این اول این دوم اسوفاگس یا میلی است. اینی سهر برای میلی یاد میکنم. از حلقوم تا به معده بنامی چی یاد میشه؟ بنامی اسوفاگس یاد میشه. اسوفاگس چی میشه؟ توسط حرکات استالتیزم غذا و مایات از دهن به معده میروند. شروع شد این حرکات یک قسم حرکات برخواه این قسم حرکات مثل که بردیم حرکات بهم این قسم حرکات برخواه این قسم حرکات توسط همه حرکات غذا با کجا میره؟ نمیره. بعد از او باز شماره سوم است معده stomach یا معده چی میگیرن؟ در اینجا زیادترین غذا اول که می‌بینیم که یک عضو مجاف است که در لفت اپر پروگرام قرار دارد و وظیفه‌اش هضم کردن است. وظیفه‌اش چیست؟ هضم کردن، غذا را هضم می‌کنه. بعد از اون باز غذا که هضم شد باز شروع میشه شماره 4 با نام اسمال اینتستاین یا موهای کوچک. این را شما ببینید که معده چندین بخش داره. خب این بخشای میله است. این نیست که برای میلی هم میکنن. این جنشن داره اینجا. این فندوس از بودی است. گره میکنه بچه افلسر کار بچه است. بعد از باز پایگویی که پایگویی که از اینجا که پایش پایگویی پیدا میشه. این است. بعد از باز این داخل میله است. البته همین که در از چیز یا مخصوص شده. این سکن مداهل کوچک است. خود روده ها ما گفتم بیشتر از 5 الی 6 متر طول دارد. 5 الی 6 متر. این از ناحیه پایلوری میده شروع و ناحیه اموای بزرگ که برای سیکم گفته می شود واصل شود. صحیح؟ اینی بسیار مهم است. اینی شد کدام مواد در اینجا جذب می شود. این بسیار مهم است. هضم شد
هضم فشار این جذبش چی است؟ چندین مواد که ما اینجا داریم این جذب میشه. اول به نام کربوهیدرات است یا قندها، اول دوم لیپید یا شحم، سوم پروتئین، چهارم ویتامین هم بازشان است. این کار بکنه اینی جذبشان به این صورت میگیره. جذب مواد در مای کوچک اینی جذب خلاص میشه. مثلا مواد که مثلا غذا خورد یک لقمه غذاست این آماده میشه. شما میفهمید که لقمه غذا از چندین بخش ساخته شده. این میره در حرکات و سوپرستاتیزم حرکاتش میره به میده چی به صورت میگیره؟ هضم صورت میگیره. بعد از هضم میره به کجا؟ با مای کوچک. با مای کوچک که آمد یعنی جذبش صورت میگیره. بعد از جذبش مواد دیگه که میاد چی میمونه؟ مادرهای بزرگ داره. شماره چند است؟ 5. شماره پنجم به نام لارج intestine یا امای بزرگ نامیده میشه. در امای بزرگ چی میشه؟ این موادی که مثلا کدام مواد است؟ اول مواد آب است جذب میشه، دوم فایبر است، فایبر ها جذب میشه، سوم مینرال ها نیست، مینرال ها سودیم و پتاسیم و مگنیزیم و این چیزا چی میشه؟ این جذب میشه. این باز کجا میاد؟ بعد از امای کوچک تقریبا اینجا یکوار باز این داخل میشه، تمام موادش جذب میشه باز پایین میاد. شما بفهمید که اسمال اینتستاین یا امای کوچک داره 3 بخش است. یک شما بگیم جیجینوم، دوم شما میگیم جیجینوم و سوم شما میگیم الیوم. این 3 مقدار. امای بزرگ چند مقدار؟ اول ascending colon، بعد ascending، دوم transverse، سوم descending، صحیح، و چهارم sigmoid، صحیح کنید؟ این یک بخش شد. بخش اول تا اینجا من هم جیجینوم نامیده میشه. جیجینوم اول. بخش دوم میشه از اینجا شروع میشه تا به اینجا. این به نام جیجینوم نامیده میشه. و بخش سومش از اینجا شروع میشه تا به اینجا. این به نام الیوم نامیده میشه. این 3 بخش امای کوچک شد. در امای بزرگ چی میشه؟ امای بزرگ از اینجا شروع میشه از اینجا تا به اینجا. این به نام ascending colon میگه. بخش اولش ascending colon. دوم بخش از اینجا است. این ناحیه تا به اینجا. این به نام دومش به نام descending colon. اما این transverse colon است. transverse colon. colon امای بزرگ میگه. یا large intestine یا colon یک چیز. سومش از اینجا شروع میشه تا به این ساحه. این به نام سوم میگه به نام descending colon. به نام descending colon میشه. و چهارمش از این ساحه تا به اینجا. این به نام sigmoid colon میگه. این چیز
که آرام سیگاری کنم است و دیگه شریکتم است باز آخرش موقت شده بشه اینی بود اموال بزرگ تا اینج بخش حساب کنم میخواست